ناسا یا آژانس ملی کیهانشناسی آمریکا گفت روز 12 آگوست در اسپانیا، گرینلندیا، ایسلندیا، روسیه و یک قسم پرتغالیا گرفتن پره آفتاب مشاهده خواهد شد. در جریان این پدیده طبیعی، مهتاب در بین آفتاب و زمین جای گرفته آفتاب را پره می پوشاند. یعنی در روز روشن آسمان تاریک شده به وقت شامگاهان مانند می شود. در این حالت گاه جانورانی که به زندگی شبانه عادت کردند بیدار و فعال خواهند شد. در بعضی محل‌ها ساکنان شاهد تاج آفتابی شده می توانند. دانشمندان ایتالیایی از شهر پادویا که دوام 2 سال با کارکرد دستگاه نوی سپکترومتر دایره شکل مشغول بودند، مخصوص برای مشاهده از پدیده گرفتن آفتاب آمادگی می‌بینند. قرار است آنها از داخل ابسرواتوریا یا رصدخانه خوالامر اسپانیا با استفاده از این دستگاه جریان گرفتن آفتاب را مشاهده کنند. این دستگاه به باور آنها توانی با سرعت و با جزئیات بسیار خرد تقسیم کردن موجهای نور آفتاب را دارد و روز 12 آگوست اولین بار آن را تجربه خواهند کرد. ستاره شناسان ایتالیایی برای آسیب نرسانیدن به دستگاه پیشرفته و برای پره انتقال دادن آن تا که قسمت‌هایش خرد نشوند، نه با هواپیما بلکه سوار ماشین تا اسپانیا رسیدند. در همین حال ستاره شناسان تاجیک گفتند که روز 12 آگوست در تاجیکستان پدیده گرفتن آفتاب در اروپا را مشاهده کرده نمی شود، ولی به گفته آنها هواداران تحولات آسمانی می توانند شب 11 به 12 آگوست نزدیک شوی 6 سیاره عطارد، مریخ، مشتری، زحل، اوران و نپتون را مشاهده کنند.